سلام و درود فراوان. خیلی خوش اومدید به چنل دورادرما. من دکتر فائزه ارشادی هستم، داروساز و محقق حوزه مراقبت و سلامت پوست و مو. و این اولین ویدیوییه که توی این چنل قرار آپلود بشه. بچه‌ها، میخوام توی این اپیزود از چی صحبت کنم؟ از اینکه روتین پوستی چیه، پایه‌هاش چیان، چیکار کنیم که یک روتین پوستی خوب داشته باشیم و چرا یک عده از آدم‌ها با وجود اینکه روتین پوستی خوبی دارن، دائم روتینشون رو رعایت میکنن، پوستشون بهبود پیدا نمیکنه. هر روتین پوستی پایه‌ای شامل 3 مرحله است: کلینز، تریت، پروتکت. پوست رو اول تمیز میکنیم، بعد درمانش میکنیم و بعد ازش مراقبت میکنیم توی مراحلی که توی روتین پوستیمون هست. اشتباه اکثر افراد چیه؟ میان به من میگن که یک روتین پوستی بهمون بده برای پوست خشک. بچه‌ها، نوع پوست خشک درسته که توی انتخاب محصولات تاثیر داره، اما من موقعی که دارم بهتون روتین میدم میگردم دنبال مشکلی که پوستتون داره چیه. نوع پوست توی انتخاب محصولات و انتخاب پایه روتین تاثیر داره، اما توی انتخاب این که من چی کار باید و چه مسیری باید توی اون روتین پیش برم هیچ تأثیری نداره. خب پس اولین نکته که باید در نظر بگیرید اینه که روتین پوستیتون بر اساس مشکلتون باید طراحی بشه، نه نوع پوستتون. نوع پوستتون فقط اطلاعات ارزشمندیه که باید در اختیار داشته باشید برای انتخاب محصولتون. اگر که موافق باشید بریم سراغ مرحله اول که کلینز یا تمیز کردن هستش. ببینید بچه‌ها، ما در مرحله تمیز کردن از شوینده ها استفاده میکنیم. از شوینده چه انتظاری داریم؟ انتظار اینو داریم که پوستمون رو تمیز بکنه و شوینده خوب اون شوینده‌ایه که ضمن تمیز کردن منافذ از خشکی پوست جلوگیری میکنه. یعنی شما بعدش حس کشیدگی نداری روی صورتت و گاهن حتی اگر آبرسان هم نزنی بعدش احساس بدی بهت دست نمیده. آیا به تنهایی شوینده کافیه؟ در اکثر موارد بله، مگر اینکه ما در طول روز چند لایه ضد آفتاب تمدید کرده باشیم یا میکاپ کرده باشیم. وقتی این دوتا کار رو انجام دادیم، شوینده به تنهایی که حالا میتونه ژل شستشو باشه، فوم شستشو باشه، شوینده کرمی باشه، به تنهایی کفایت نمیکنه. ما حتما باید از یک پاک کننده ای که بتونه ترکیبات محلول در چربی رو حل بکنه استفاده بکنیم در شرایط خاصمون، که اینها میشن چی؟ میشن روغن‌های پاک کننده آرایش، میسلار واتر، بالم‌های پاک کننده آرایش. خب پوست‌هایی که خشک و حساس هستن و روزاسه دارن توصیه میشه که از شستشوی 2 مرحله‌ای استفاده نکنن. توصیه که من بهتون دارم اینه که حالا یک پاک کننده روغنی یا حالا میسلار واتر یا بالم پاک کننده آرایش توی خونه داشته باشید. یا حالا یک روز نیازتون میشه یا نیازتون نمیشه، ولی حتما این مرحله تمیز کردن صورت مرحله‌ای که باید جدی گرفته بشه. خب به خاطر اینکه شما اگر منافذ پوستتون کامل تمیز نشه، توی مرحله دوم که تریت هست، محصولات پوستی گرون قیمتتون رو عملاً دور می‌ریزید، به خاطر اینکه از منافذ جذب نمیشه. پس مرحله مهمی هست، شاید ساده به نظر بیاد اما مهمه. یه نکته مهمم که بهتون بگم، شوینده ها عموما کارشون تمیز کردنه، جز حالا سالیسیلیک اسید و بنزوئیل پروکساید که توی شوینده هم اگر باشن مؤثرن. بقیه ترکیبات توی شوینده حکم مارکتینگ یا تبلیغات داره. یعنی عملا مثلا نیاسینامید توی شوینده، ویتامین سی توی شوینده تاثیر آنچنانی نداره. خب مرحله دوم بچه‌ها میشه مرحله تریت، که مرحله تریت یا درمان رو ما بر اساس مشکلی که پوستتون داره پیش میبریم. مشکل میتونه چی باشه؟ میتونه جوش باشه، میتونه لک باشه، میتونه کدری باشه، میتونه منافذ باز باشه، میتونه چروک‌های ریز باشه. بر اساس هر مشکلی که شما دارید ترکیب تخصصی و هدفمند اون مشکل توی روتین شبانگاهتون اضافه میشه. مثلا اگر که نیاز دارید چروک‌های سطحیتون برطرف بشه، میایم رتینال میدیم. خب یا مثلا اگر که منافذ باز پوست دارید و پوستتون چربه، میایم مثلا یه سری شب‌ها بهتون سالیسیلیک اسید 2% میدیم. اون نکته طلایی اینه که این مرحله بر اساس نوع پوست تنظیم نمیشه، محصولات بر اساس نوع پوست تنظیم میشه. شما بر اساس مشکلتون میایید این رو حل میکنید. حالا یه سری وقتا هست که شما پوستتون مثلا علاوه بر اینکه خشک، دهیدراته هم هست. من میام چیکار میکنم؟ من میام در یک دوره بهتون توصیه میکنم که آبرسانی رو جدی بگیرید.
ترمیم سد دفاعی پوستتون رو انجام بدید بیشتر. سرم های حاوی سنتلا، حاوی سرامید استفاده بکنید برای اینکه هم دهیدراتگی برطرف بشه و همین که پوست حالت بهتر و سالمتری پیدا بکنه. حالا یه نکته هم بهتون بگم، توی ویدیوهای بعد قطعا بیشتر بهش میپردازم، اما پوست خشک با پوست دهیدراته برابر نیست. خب دهیدراتگی یعنی کمبود آب، ولی پوست‌های خشک کمبود غدد چربی و کمبود چربی دارن توی پوستشون. پس اینو رعایت میکنیم. یا مثلا اگر پوستتون لک داره، میایم بهتون ترانزامیک اسید میدیم، میایم بهتون کوژیک اسید میدیم، میایم بهتون آرزم به خدمتتون که حتی همین خود رتینال، لایه بردار شیمیایی، اینها تاثیر میذارن اگر به صورت اصولی استفاده بشن روی لک. پس این شد مرحله دوم یا تریت. مرحله سوم میشه مرحله پروتکت که ما شبها به وسیله مرطوب کنندمون این کار رو انجام میدیم و صبحها به وسیله ضد آفتابمون. مرطوب کننده رو استفاده میکنیم تا سلول های پوستی کم آب نشن، آب از بینشون تبخیر نشه. این فرایند حالا تبخیر آب از سلول رو بهش میگن ترانس اپیدرمال واتر لاس، که ما نمیخوایم که آب از بین سلول هامون فرار بکنه و تبخیر بشه. پس میایم شبها از یک محصول مرطوب کننده استفاده میکنیم برای اینکه سدی روی پوست ایجاد بکنه و مانع فرار کردن آب از سلول ها و بافت پوست ما بشه. صبحها ما میتونیم اگر که پوستمون حس چربی داره مجددا از شوینده استفاده بکنیم، ولی توصیه من این هست که تا میشه صبح فقط با استفاده از آب ولرم صورتتون رو بشورید. بعد از اینکه شستید، اگر که مایل بودید الزامی نیست، میتونید یک سرم یا یک کرم سبک که باز مناسب همون مشکل پوستتون و دغدغه پوستتون هست اضافه بکنید. و مهمترین مرحله در روز میشه ضد آفتاب زدن که ضد آفتابتون از SPF 30 باید به بالا باشه. محافظتش باید کامل باشه بچه‌ها. محافظت SPF فقط نشون دهنده محافظت نیست، یک علامتی داره روی ضد آفتاب به نام PA رو چک کنید. هر چقدر تعداد مثبت‌های جلوش بیشتر باشه یعنی محافظت بیشتری داره. پس هم SPF بالای 30 هم اون عدد PA که نوشته باید تعداد مثبتاش، من توصیه میکنم حداقل 3 تا دونه مثبت داشته باشه، یا اینکه روی ضد آفتاب نوشته باشه ضد آفتاب براد اسپکتروم، یعنی اینکه طیف وسیع هم UVA رو اشعه هاش رو بلاک میکنه و هم UVB رو، که اگر دوست داشته باشین یک اپیزود جداگونه راجع به ضد آفتاب ها هم براتون میذارم. اینو در نظر داشته باشید که اگر داخل خونه هستید، من توصیه میکنم که صبح که ضد آفتابتون رو زدید نیازی نیست تمدید بکنید. اما اگر 8 صبح مثلا ضد آفتاب زدید، 12 میخواید از خونه برید بیرون، ساعت 11:30 مجددا ضد آفتابتون رو تمدید بکنید. بدون تمدید به هیچ عنوان پوستتون اونقدری که باید محافظت نمیشه و عامل لک، عامل چروک، اینا همه میشه اشعه نامرئی و خطرناک اولتراوایولت یا فرابنفش برای ما. این به صورت کلی یک روتین پوستی پایه بود که بهتون توضیح دادم. مرسی که تا این لحظه همراه بودید و مرسی که این ویدیو رو دیدید. هر جوری که صلاح میدونید از این ویدیو حمایت بکنید تا به تعداد افراد بیشتری نشون داده بشه. دوستتون دارم. هفته دیگه میام با اپیزود جدید.